هر شوهری، هر پدری، هر برادری که همسرش، خواهرش، مادرش میشینن و به این فیلم های آمریکایی و هندی و اینا نگاه میکنن، صحنه های عشق و هوس و بوسه و همه مسائل جنسی رو انجام میدن جلوی دوربین، اینها در قبال خانوادهشون پیش الله سبحانه و تعالی مسئولن. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر کدوم شما مسئولی در مقابل زیر دستان خودتون. قو انفسکم و اهلیکم نارا. دور نگه دارید، بترسید برای خودتون و اهلتون از آتش جهنم. اون شوهری، اون پدری که همسرش، دختران جوانش میشینن این سریالا رو نگاه میکنن، این پدر بی غیرت است. چطور غیرت و وجدان اسلامی رو بگذار، انسانی تو قبول میکنه که همسرت، خواهرت بشینه اینا رو نگاه بکنه و از اون صحنه های جنسی و سکسی که هست در این فیلم ها لذت ببره؟ آیا تو غیرت داری؟ آیا در بیرون از خونه حاضر هستی که یک مرد نامحرم با همسرت این گونه برخورد بکنه که در اون فیلم ها یک دختر و یک پسر با هم دیگه برخورد میکنن؟ یکی از اهداف عمده این شبکه ها چیه؟ غیرت کشی. یعنی میخوان در جوامع ما اینکه دختر شما، همسر شما، نوامیس شما با یک نامحرم دست بدن، صحبت بکنن، بگن، بخندن، اینو یک امر عادی براتون جلوه بکنه. هدفشون اینه. البته از این مرحله ها گذشتن، از اینکه مثلا کسی دخترش با کسی روابط داشته باشه، از اینکه کسی خواهرش با کسی بیگانه روابط داشته باشه، از این مراحل گذشتن. الان رسیدن به اصل خانواده، اساس خانواده. میخوان خیلی عادی جلوه بدن که کسی همسرش با مردهای بیگانه ارتباط داشته باشه. این خیلی میخوان عادی جلوه بدن این مسئله رو برای خانواده ها. امروز جیم تیوی و فارسیان و خیلی از این شبکه‌ها دارن در این راستا کار میکنن. ما نمیگیم که حالا کار از کار گذشته، دیگه دست رو دست بگذارید هرچه بادا باد، اما مانع شدن، درگیر شدن، اینم راه حل نیست. بلکه تربیت ایمانی، نصیحت کردن، فضایی رو بسازید در خانواده که جلوی این مسائل خود به خود گرفته بشه. پدری که فرزندانش رو جمع بکنه، اونا رو نصیحت بکنه، حلال و حرام رو بهشون بفهمانه و اگر اشتباهی انجام دادن با حکمت، با موعظه حسنه به اونها بگه. نهال ایمان رو بکاریم در وجود فرزندانمون، خانواده هایمون. تشکر میکنم از این مادر دلسوز. الله سبحانه و تعالی فرزندان شما رو هدایت بده که دست از دیدن این فیلم ها و سریال ها بردارن. هر